سگ شوقی سگجم انداختیم همسایه چه همسایه لبای لبای تو همین روز تا مگه کار دامی سگجنگ بازی کدا میگادی شاکر پس بدر اینجا آخی هول یا سگ همسایه جنگ انداختن اینجا بیا من تو دا کار دارم ایسو بیا با سگ نخوایم سگ بخواب پس بدر تینجای آخه یا ساعت کار باری هم خانی مرا بیا بریم یاردم بده توی آدم مسافر ده همین دلت نمیسوزد پس بدر کردن کور خلو کردو همسایه سگا چا میکنی توی یک ساعت اقلا همین کار باری خانه مرا یا یاردم کو آخه تو ما آدمی یک ساعت دختر ها آدمی که سیم سالم رفتگی آخه کار بارو نتونم آخه من یک سال همی این کار بارو من یک ساعت مایلا همسایه اینا خانه را کم تا کار بارو بودگی همین کار بارو را کدن نکنه که همسایه جان اینا نصیب کنه باشه همین اقلا یک ساعت تو باید یادم که یک ساعت چیکار کردن راست تا بگا کار دادن خاطر گوداکا بازی کردی یه مرده که کاف کلان صاحب گوداک صاحبی نواسه نخواد تو برای همین خاطر کلاکا همونجا سگجنگ بازی کرده سگجم یک همین آدم نشیدی جان اینا همسایه آنها باشکا را نصیب کرده باشه یا چپکنی نه ابو وزمین تر ایده سلو همین باشکا را که آستا آنا میرا باردار تو بوزه هی اوچا دماندن در کرای فهمیدی آنا تا او چند فایده داره بگوشم بگویم یا سکه ماری یک ساعت اقلا همین خانه ما در کار کرده برد تو خطی همین آچا یکی تازه گره کردی همین آتا چا فایده داره خطی همین آتا و آچات گره کردی برد تو گره بیا همسایه بگیریم با خیلی هوا زمینستان باران باریدی است یا آوی باران بگیریم پاشو ایسا شبار نشه باردار نخیر نه این مایل کن ای سگجنگ اون دیده چیکار همسایه اینا همسایه جان همسایه جان اینا کنده ها را میابره یا بلا کده مایده که خانشا بزنه آخه من عمرم سرنی شوم شده که او فایده دار نمیفهمی بیا میگم چه فایده داره او چند فایده تو نکه قطع همی آچاب خیمه کردی بیا میگم آخه برا اوسه یک ساعت اقلا همی آدم کنه ایسا آتات قطع همی آتا و آچات بیزر کردی توی برا قرار میگه جدا یک تو نکه آچاب فایده داره نگاه که ناو دیده باشن همی آتشانه یک آینه لای اون هم که اگر کتا ریزه کده بگه همسایه آهی پیچ کده بمونی علاوی ها بزنه همسایه کتا کنده بگه خان شب بزنه تا لبا اچا او تو نمیفهمی او چند با من رای کاروخی تو نکه قطع همه آچا پاچات بیزار کردی یه برا آچا تا بگو که آتان سر دادک